أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آیه 18 و 19 سوره حشر به حضور مبارک شما تلاوت شد. الله عزوجلال در این دو آیه به طرف نکات جالب اشاره می فرمایند. با لفظ یا الذین آمنو که ندا به مؤمنان هست، امر می کنند به تقوا و عمل برای آخرت که ای مؤمنان تقوا را پیشه کنید و عمل برای آخرت داشته باشید. یا ایها الذین آمنو، اول می فرمایند که اتقوا الله، از خداوند بترسید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اینجا دو مرتبه لفظ تقوا تکرار شده. علما میگویند که دستورات الله عزوجلال یا امر هستند که باید مؤمنان امتثال اوامر داشته باشند، یا نهی هستند که مؤمنان از اون چیزهایی که الله عزوجلال نهی کرده باید اجتناب، دوری بکنند. می‌فرمایند که یا الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، باید نگاه بکند هر شخص، هر نفس ما قدمت لغد، که برای فردای خود چی چیزی را فرستاده هست. ما قدمت لغد، شاعر میگوید که بکوش امروز که تا تخم بپاشی که فردا بر جو قادر نباشی. بکوش امروز تا تخم بپاشی که فردا بر جو قادر نباشی. گر اینجا کشت و کردن را نورزی، اینجا کشاورزی نکنی، عمل نکنی، در آن خرمن بنیم ارزن نیارزی. رسول الله فرمند الیوم عمل ولا حساب، امروز عمل هست، حساب نیست. و غدا حساب، که قیامت باشد، فلا عمل. امروز کوشش بکن، بکوش امروز تا تخم بپاشه
که فردا بر جای قادر نباشی. در اینجا کشت و کردن را نورزی، در آن خرمن روز قیامت بنیم ارزن نیرزی. شاعر دیگری میگوید که شاعر دیگری میفرمایند که به وقت زندگی میفرمایند که در وقت زندگی رنجور حالیم، به وقت زندگی رنجور حالیم که با گرگان وحشی در جوالیم. این انسانهای بد که بدتر از گرگان وحشی هستند، گویا که انسان با اونایی که چنگ و دندان تیز دارند در یک جوال، در یک کیسه قرار دادن ما را. این دنیا مانند اون جواله. به وقت زندگی رنجور حالیم که با گرگان وحشی در جوالیم. به وقت مرگ با صدها و حرمان، به وقت مرگ با صدها و حرمان، ز گرگان رفت و باید سوی کرمان. این گرگان که مرکز استان ماست نیست، همون گرگان وحشی هستند. به وقت مرگ با صدها و حرمان، ز گرگان رفت و باید سوی کرمان. که قبر را رسول الله فرمود بیت و دود، بیتی هست، خانه هست که پر از کرمه. این کرمان که استانی هست نه، این کرمه هایی که داخل قبر هستند منتظر جسد ما هستند. به وقت مرگ با صدها و حرمان، ز گرگان رفت و باید سوی کرمان. به این سبب خداوند می‌فرمایند که ولتنظر نفس ما قدمت لغد. و بزرگ می‌فرمایند چنانچه که در تفسیر مظهری است: الدنیا یوم ولنا فیه صوم. کل دنیا یک روزه و ما در اون روز آزاد نیستیم، روزه داریم. در دنیا انسان آزاد نیست که هر چی ببیند بخورد، هر کاری که دلش میخواد انجام بدهد. نه، محدودیت هست. الدنیا یوم ولنا فیه صوم. دنیا یک روز است و ما در اون روز روزه هستیم. روزدار دلش خیلی میخواهد که آب بخورد، نوشابه بخورد، غذا بخورد، میوه بخورد و هر چی که نفسش میخواد خدمت نفس خود را انجام بدهد، اما مجاز نیست. آب خوردن حرام هست. الدنیا یوم ولنا فیه صوم. الله خداوند متعال در اینجا غدین گفت قیامت را، یعنی قیامت نزدیکه. قیامت نزدیک هست، این یکی. و دوم یقین بودن قیامت هست که قیامت یقینی هست. همونطوری که ما میدانیم بعد امروز غد هست، فردای هست. قیامت نزدیکه. بعد امروز فردای هست، این یقینی هست. ما باشیم نباشیم فردا هست. چه ما باشیم یا نباشیم فردا هست. می‌فرمایند که قیامت نزدیکه. و علما میگویند دو نوع قیامت هستند. یکی قیامت صغرا و کوچیکی هست، یکی قیامت کبرا و بزرگی هست. قیامت صغرای ما امین مرگ ما هست. قیامت صغرای ما امین مرگ ما هست که هر کسی که مرد
فقد قامت قیامته. در بغوی در شرح سنت می نویسند که من مات فقد قامت قیامته. هر کسی که مرد قیامتش برپا هست. وقت مرگ ما مشخص نیست که امروز است یا فردا هست. در همین هفته گذشته 2 نفر، یکی در قسمت خانم ها نمازگزاری بوده، یکی در قسمت شما بزرگواران، در همین هفته هر دو تا بر اثر تصادف از دنیا رفتن. یکی همون روز جمعه اینجا نماز جمعه را خوانده رفته، طرفای گنبد اونجا خانهش بوده، میخواست از جاده رد بشود، اون نمازگزار ماشینی زده در جا فوت کرده. دیگری که روز چهارشنبه پری روز من از نمازگزاران همیشه اینجا بود، حاجی یعقوب گل بچه همیشه اینجا می آمد و موتور تصادف می کند روز چهارشنبه جنازه شد. در هفته گذشته مانند ما اینجا نماز خطبه را دیدن، سخنرانی را دیدن، نماز جمعه را دیدن، نماز جمعه خواندن، اما امروز در جمع ما نیستند. پس قد نزدیک قیامت، نزدیک مرگ قیامت صغرای ماست، قیامت کوچک هست و روز قیامت اون قیامت کبرا هست که هرچی هم انجام دادیم در اونجا روبرو می شویم. بله می فرمایند که با واژه قد خداوند قیامت را تعبیر کرد، یعنی یک قرب قیامت، دوم یقین بودن قیامت که حتما میاد. در تفسیر معارف القرآن می نویسند که خطر مرگ دائم در کمین ما هست و ما را تهدید می کند. خطر مرگ همیشه در کمین ماست. شاید ما در هفته آینده روی زمین نباشیم، جز کسانی باشیم که چندین تن خاک روی ما قرار گرفته. به این سبب خداوند می فرماید ولتنظر نفس ما قدمت لغد. خصوصا در این زمان، حتی در تفسیر معارف می در این زمان که مرگها خیلی آنی و زیاد شدند، فشار هست و غنده هست و سکته مغزی هست و سکته قلبی هست و همه. یکی با ما نماز میخواند میبینید دم دیگه میگن بله فلانی فوت کرد، چه سکته قلبی شد، سکته مغزی شد. روز نیست که ما جنازه داشتم اونایی که من خبر میشوم. در یک روز من 3 جنازه را خواندم، در یک روز. مثلا اینجا هست که خداوند هشدار میدهد ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و همون است که من مات فقط قامت قیامته، برای حساب همین وقت مرگ آماده بشویم. و در این آیه امتثال اوامر هست، اجتناب از نواهی هست و محاسبه نفس خود ما با خود ماست. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و نگاه بکند هر کسی که برای فردای خود چی چیز را جلو فرستاده. حالا اگر حساب بانکی دارید، پول دارید، هر عابر بانک که شما را جواب میدهد. اگر موجودی نباشد داخل بانک هم که بروید چک شما را پاس نمی‌کند، موجودی ندارید. ما نگاه بکنیم که چه اندازه برای خود جلوتر موجودی فرستاده. موجودی های ما چی است؟ ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چیزی که در نزد ماست از بین می رود و اون چیزی در نزد خدا هست باقی هست. و یوم التغابن، روز قیامته، اگه چندین نفر اون روز حسرت میخورند. پدری که مال جمع کرده هیچ عمل نیکی انجام نداده، مرده، مال برای فرزندان موندن، فرزند عمل کرده به بهشت رفته،
پدر به سبب امون مال به جهنم می رود، روز قیامت حسرت می خورد. زن و شوهری بودند، همیشه شوهر حرف اول را می گفت من باید بگویم، و روز قیامت خانم نجات کرده به بهشت می رود. اون مرد با اون ابوتش که گفت من سرپرست خانم، من بزرگم، من چیکارم، من فلانم، اون به جهنم می رود. اون شوهر حسرت می خورد که زن به بهشت رفت و شوهر به جهنم. و سوم یک کسی است که خدمتگزار کسی هست اما عبادت خدا را انجام میده. اون اربابش، اون شخصیتی که کارفرما هست نافرمان خدا هست، کارفرما هم هست اما نافرمان خدا، اون زیر دستی هم کار اون کارفرما را انجام میدهد هم کار خداوند را که عبادت الله باشد. روز قیامت اون کارگر و اون خدمتگزار را میگن شما بروید بهشت، اون کارفرما را به جهنم. و چهارم میگه عالمی هست که همیشه مسائل را برای مردم میگفت، حرام و حلال را میگفت، خودش عمل نمیکرد. اونایی که به گفته اون عمل کردن روز قیامت بهشت میروند و اون کسی که به علمش عمل نمیکرد روسیاست و به جهنم میرود. خدا ما را پناه بده. میگه اون روز تغابن، روز حسرته. از خود ما باید محاسبه نفس داشته باشیم. ابوبکر صدیق در ضمن همین آیه طبرانی روایتی آورده که حضرت ابوبکر صدیق در خطبه زمانی که خلیفه شد بعد گفت که صدیق اکبر، بله، گفت که اما تعلمون، آیا شما نمیدانید که تغدون و تروحون لاجل معلوم، صبح می شود غروب می شود، اجل شما معلومه. صبح میاد بر سر شما، غروب میاد، اما اجل شما معلوم هست. دیگه جمله را در تفسیر معارف نوشته آیاتک انفاس تعد، حیات شما، زندگی شما انفاسی هستند که شما اونا را می شمارید. گفت که هر کسی که میخواد این اجل را به پایان برسد باید عمل بکند. میگه ولن تنالوا ذلك الا بالله، از خدا بترسید، عمل شما برای خدا باشد که به اون میرسید. و بعد میگه ان قوما جعلوا آجالهم لغیرهم، گروهی بودن که همیشه دیگران میمردند، اونا میگوند دیگران میمیرند، ما نمیمیریم. این اجل برای دیگران حساب میکردن و اینطوری تصور میکردن که ما نمیمیریم. اما امروز کجا شدن؟ الله عزوجلال گفت از این مسئله شما را نهی کرده. بعد میفرمایند که اونایی که قبل از شما بودن کجا رفتن؟ و یا نیکبخت بودند یا بدبخت بودند، به هر حال هر کسی بودند از دنیا رفتند. بعد میفرمایند ابوبکر صدیق چه جمله زیبایی، این الجبارون الاولون، اونایی که ستمگر بودند در گذشته اند و بودند کجا هستند؟ الذین بنوا المدائن، شهرهای خیلی بزرگ ساختن، برای خود خانه های بزرگ و مستحکم ساختن، اونا کجا شدن؟ برای خود دشت ساختن، هزارها نگهبان گذاشتن و هزارها افراد در اطراف اونا بودن، اونا کجا رفتن؟ امروز کجا هستند؟ و آیه‌ای که هشدار می‌دهد خداوند در سوره فجر می‌فرماید الم تر کیف فعل ربک بعاد، تو ندیدی که خدای متعال رب شما به قوم عاد چه کار کرد؟ ارم ذات العماد، اونایی که خانه‌های با ستون‌های بزرگ داشتند، ستون‌های تخت جمشید
نگاه بکنید 2-3 هزار سال قبل از این در ایران ما بودن، امروز ما میبینیم با چه عظمتی. بگی یک ستون را من درباره امون پاسارگاد پارس و مردشت من خواندم که یک ستون بناهای مختلف 120 سال روی یک ستون کار میکردن تا اون را نصب بکنند و بعدا اون سنگهای بزرگ چطوری تخت جمشید بالا بردن. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد. مانند اونا در شهرها پیدا نشد. همیشه شعار اونا بود که من اشد منا قوه، چه کسی از ما توانمندتره. خداوند مانند پشه اونا را نصیب باد کرد. اون که قوم عاد را برباد کرد، باد اونا را برد، پشه ها را باد میبرد. و شما من اشد منا قوه التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. صخرها را هنوز بقایای قوم ثمود هستند در شمال مدینه منوره، در شمال عربستان سعودی. اصحاب هجر اونا بودن، اونا هنوزم هستند بقایای اونا. و فرعون ذی الاوتاد، فرعونی که صاحب میخ بود، حتی میگه خانم خود را بی آسیه را به 4 میخ دست و پایش زده بود. بدترین شکنجهگر بود، بدترین رژیم کودک کش بود، بدترین انسانی که همه انسانها را برده خود میدانست، بنده خود میدانست. گفت انا ربکم الاعلی، دعوای خدایی میکرد که بغیر از من دیگر کسی را شما معبودی ندارید، من رب اعلی شما هستم. میگه رب اصغرم مگه بود؟ میگه بله، مجسمه های خود را در هر خانه قرار داده بود. اگه به من دسترسی ندارید برای این مجسمه من، برای این عکس من تعظیم قائل بشوید. میفرماید الذین طغوا فی البلاد، یا پایه حکومت خود را مستحکم کرده بود. معنی اوتاد که میخ است معنی. التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذين طغوا في البلاد. در شهرها سرکشی و گمراه بودن، طغیان داشتن. اذهب الى فرعون انه طغى. خداوند به حضرت موسی میگه برو به طرف فرعون که خیلی طغیان کرده. اذهب الى فرعون انه طغى. میفرماییم فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک صوت عذاب. خداوند شلاق عذاب را به اونا کوبید، هر یکی را برباد کرد، غرق کرد، نابود کرد، هر یکی را نابود کرد. میفرمایند ان ربک لبالمرصاد، همان رب شما همیشه در کمینه. گمان نکنن کسانی که ظلم و ستم میکنن اونا از نظر خداوند پنهان هستند. فلا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. اون همه را که ظالمان انجام میدن خدا غافل نیست. از اینجا هست که خداوند به ما هشدار میدهد که میفرمایند ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خداوند از اعمال شما خبر دارد. هر جنایتی، هر معصیتی، هر گناهی که شما مرتکب بشوید الله ذوالجلال اون را میبیند، خبر دارد. حالا مسائلی که من در این هفته میخوام که به حضور شما بیان بکنم. یکی این مسئله بیمارستان هایی که ریاست محترم جمهور ما به اندونزی وعده کرد که من چندین بیمارستان برای کشور شما می سازم. فقط در مجلس یک نماینده اعتراض کرد که اون نماینده چابهار بود. آقای رئیس جمهور،
برای اندونزی بیمارستان نسازید. اقتصاد اونا خیلی ایدئاله. اندونزی و مالزی اونا امروز اقتصاد خیلی عالی دارن، نیاز به بیمارستان ساختن ما در اونجا نیست. شما اگر همت دارید برای جنوب کشور، برای سیستان و بلوچستان اونجا بروید بیمارستان درست بکنید. تکبیر! بعض وقت ریاکارانه بعضی از ارگانها میروند و بیمارستانهای سارایی درست میکنند، چادر میزنند که رایگان ما درمان میکنیم. پیرمرد و پیرزنی را اونجا میبرند، میگه بله من دوایم به شما میدم، شما را مجانی ویزیت میکنم، پل میگیرند، بله تشکر از شما، چیکار فلان. این چرا بیمارستانش سارایی باشه؟ چرا در یک هفته باشه؟ شما اگر خدمت میکنید برای این ملت، برای این مردم که ولی نعمت شما هستند، هر کرسی که رویش اون نشسته اید از این ملت به اختیار شما گذاشته شده. این ملت است که شما را به اون کرسی نشانده. یک هفته برای ما اینا بیمارستان درست نکنید، بیمارستان های دائمی درست بکنید، دوا را طبابت را مجانی بکنید. خدا میداند بعض وقت افراد اینجا میان جای من که دعای بکنید، آب برای من دم بزنید. من میبینم که این بیچاره را میگم چرا دکتر نمیری؟ میگه نه پول دکتر دارم، نه پول ویزیتش دارم، شب اصلا من نان خشک ندارم، چطوری پول دکتر از کجا بیارم؟ عزیز من، برای اندونزی بیمارستان درست نکنید، برای مردم محروم ایران بیمارستان درست بکنید. برای اینا بیمارستان بسازید. با پول ملت و مردم، با سرمایه ایران بذل و بخشش نکنید. آتم بخشی داشته نباشید که روز قیامت از شما سوال خواهد شد. تکبیر! ولی اخیراً یک ادعا کرده که ما اقتصاد ایران را دوباره جراحی میکنیم. یک مرتبه جراحیش کردید به کمارا، یک مرتبه جراحیش کردید به کمارا. انشاءالله جراحی دوم شما جنازهش را باید بخوانیم. ما روز جنازه مردم هم میخوانیم، باید جنازه اقتصاد هم ما بخوانیم. تکبیر! اقتصاد جراحی نکنید، درمانش کنید. تا درمان نکنید جراحی شما به این بدن نحیف و ضعیف که توان جراحی را ندارد، این جراحی شما فایده ای ندارد. حالا فقر کشور ما در سال 2019 طبق آمار رسمی از 100 کشور ما 4 درجه مونده که به 100 برسیم دیگه، آخرین فقیر بشویم. اونجا بیمارستان نسازید. انرژی ما را برای کسانی که آدم میکشن نفرستید. تکبیر! انرژی ما را در داخل مصرف بکنید. فقر مردم را ببینید. چند سال قبل از این بحث شد که این گوشتای قربانی که خیلی ساماندهی میشن در موسم حج در منا برای کشورهای فقیر فرستاده میشوند. گفتن ایران هم جز کشورهای فقیر حساب میکنه. گفت نه، ما یک دام اقتصاد دنیا را، سرمایه دنیا را داریم، میشود که ما فقیر حساب بشویم. بدنامی ایران و ایرانیان هست. حوض عالی و یخچال خالی. حوض عالیه اما یخچال خالیه. حوض عالی یخچال خالی، جیب خالی نه، یخچال هم چیزی ندارد. یکی اون روز میگفت که
گوشت کیلوی 150 تومنه. من گفتم اون اشتباه کردن، نمیدن مال کدام سال حساب میکنن. 1 کیلو گوشت 500,000 تومن شده. همین قربانی ها را ساماندهی بکنید بیارید به ملت بیچاره بدید. همین گوشتایی که اونجا هستند کشورهای افریقایی از ما فقرشان ضعیفتر نیست، ما فقیرتر هستیم. پس اونجا بیمارستان نسازیم، انرژی را در خارج ندهیم ما. و مسئله دیگری که در اینجا هست این است که الان قبلا هم من درباره مسلمانان ایغور بارها گفتم، در این هفته یک هشدار یک هفتگی حکومت منحوس خبیث اون دد بی خبر از خدا به مسلمانان گفته 1 هفته مهلت دارید که باید مسجدی که تقریبا در قرن 13 هجری در قرن 13 میلادی ساخته شده که مسجد خیلی باستانی با 4 مناره، کمونیستا گفتن اینا ما خرابش میکنیم. مسلمانان فعلا استادان، اونایی که چین خبیث را سفید ریش و کت خدا میدانند دست به دستش دادند، چرا صدایشان بلند نمی شود که اون مسلمانان این مسجد باستانی هست؟ اگر شما به خدا و به مسجد اعتقاد ندارید، آثار باستانی را که کشور برای خود نگاه می دارد، تو چرا این مسجد خراب می کنی؟ باید کشورهای اسلامی، حکام اسلامی مچ این خبیث بگیرند. شما در سمرقند و بخارا و کشورهای آسیای میانه این همه مسجد خراب کردید، این همه مدرسه دینی خراب کردید. اسم شما در تاریخ چه شد که امروز چین آمده و یک روز مسلمانان ایغور را یک روز زمان در اون شهر ناگو و اون قومی که هوی هست فامیل اونا را میخوان نابود بکنن، 1 هفته بود به اونا مهلت دادن. باید مسلمانان جلو این غولی از خدا بی خبر بگیرن. علما اگر دانستن که اینا حق مسلمانان را نمیدن، به مسلمانان بگویند اونجا جهاد بر شما لازمه. بله، حق کشور امروز به کجا رسیده؟ مسئله دیگری هست و ما مسائل خیلی زیاده. 2 هفته گذشته من گفتم این حرفی که ما در زابل رئیس بزرگوار رئیس جمهور گفت، من گفتم حق حرف دیپلماتی نبود. ولی افغانستان اگر آب دارد ما حق آبی داریم. قرارداد بین المللی ما داریم، اون حق آبی ما دا باید حکومت طالبان بدن. ما میخوایم از اونا، قرارداد داریم، اون قیمتش میگیرید مشکلی نیست، بحثی نداریم ما. اما اگر آبی هست صرف اختیار ما نمیگذاریم. اگر در اختیار ما آب نباشد، نزدیک به 600,000 نفر در سیستان و در اطرافش اینا باید منطقه را ترک بکنن. آب نیست دیگر، بدون آب زندگی نمی شود. ما گفتیم این ارزش ندارد که ما درگیری بشیم. هفته گذشته درگیری شد. آیا این آب این ارزش داشت که خونه های فرزندان رعنای ما در اونجا بریزن؟ ما صحبت می کردیم، ما قرارداد داریم، اگر اینجا جواب نمی شد خوب از سازمان ملل کمک می گرفتیم. میگه تهدید تا 1 ماه ما شما را مهلت میدهیم. یعنی 1 ماه مهلت دادیم، بعد قبل از 1 ماه درگیری شروع شد. آیا مسلمانان برای 1 لیوان آب یک دیگر را بکشند؟ همون زمان که میخواستند زاهدان را از رودخانه ایرمند آب بدن، من گفتم این پروژه خیلی احمقانه ایه. این کوههای سخت شکستن تا زاهدان لوله خواباندن، در حالی که اینجا رود خشکی بود، آب نداشت. خب اینا کین پروژه را گفته. آمدن کنار مرد
دیوار چین ساختن، دیوار چین ساختن، یک بودجه کلان اونجا هزینه شد. همون بودجه را بر خود مردم ملت هزینه می کردن، ملت آباد می شدن. اما یک عده‌ای که راندخار بودن، دزد بودن، خیانتکار بودن، بودجه را ما اینجا دیواری می سازیم، نصف زمین های ما را اون طرف گذاشتن، گفتم مرد شما مشخص کردی دیگه، همون دیوار شما مرد شماست. چه اندازه درگیری بر سر اون دیوار شد. اینا کی گفتین دیوار بسازی شما؟ بعض جاگا روی ریش ساخته بودن، آب آمد از پایین، دیوار افتاد اون طرف داخل رودخانه و آب اونجا. یک روز دیوار می سازن، یک روز دیگه یک زمان برجک ساختن در کنار جاده های از خاش تا زاهدان. چند اندازه هزینه کردن که بله ما قاچاقچی‌ها را کنترل می کنیم. حالا داخل اون برجکا چی است؟ همون زمان گفته این چه سر هر تپه مانند قوم شعیب سر هر تپه برجک ساختن. اون برجکا نتیجهشان را چی شد؟ این سوی مدیریت، این سوی تدبیره. دریای مانند دریای عمان، خلیج فارس در اختیار ماست. اون آب شیرین می کردید، پولا را دیگر هزینه نمی کردیم، اون آب شیرین می کردیم، به مردم می داد. نه سیستان توش نمی ماند و نه بلوچستان، نه استانهای ساحلی. چرا با ورزشکار ما اون ورزشکار اوکراینی دست نمی دهد؟ چرا؟ ورزش ما مگه جنایتکاره؟ ورزش ما که جنایتکار نبود. ما ملت عزیزی بودیم، اینطوری نیست که یکی دست دراز میکنه اون دست به ما نمیداد. این همه دیدید انسان را. چرا گفت شما ما را میکشید، کودکان ما را میکشید، زنان ما را میکشید، شهرهای ما را خراب میکنید. همونطوری که ما با ورزشکاران در میدان با ورزشکارهای رژیم صهیونیستی حاضر نمیشه اونجا مسابقه بده، میگه شما جنایتکارید، کودک کشید، نمازگزارها را میکشید، مسجد به گلوله میبندید، ما با شما دست نمیدهیم، روی یک دوشه قرار نمیگیریم. اون اوکراینی گفت همین مسئله گفت، ورزشکار ما که جنایت نکرده چرا این مسائل بیاد؟ ایران ما عزیز است، ملت ما عزیز، اسلام ما عزیزه. و حالا استانهایی که فقیر هستند، اولین درجه سیستان و بلوچستان و درجه دوم همین استان گلستان، خراسان شمالی، همچنین کردستان. اینا فقیرن. ولی من میگویم که برای اینکه همون کمیته امداد و سازمان بهزیستی همونایی که تحت پوششش هستن، برای اونا همیشه گوشت خوب داشته باشد، ساماندهی گوشتی که در فصل قربانی می شود اونجا ما عضوش بشویم. و برای این فقرایی که در سال 500 تومن درآمد ندارند که 1 کیلو گوشته، ما 45,000 تومن به هر نفر ما یارانه می دهیم. دا برج جمع بکند 1 کیلو گوشت نمیشه. 1 سال 1 کیلو گوشته. ما چرا پوز میدهیم که ما فقیر نداریم؟ از 30% بیشتر زیر خط فقر قرار گرفتن. این آمار رسمیه، نگوین که این آمارا را از کجا میاریم. پس ما بیاییم به فکر این ملت باشیم، اقتصاد جراحی نکنیم که میمیرد. جراحی کردیم 70% تورم بالا رفت. یک جراحی شد 70% شد، نگه 50%. خب مرحبا 50% در ظرف چند ماه 50% بشود، این دیگه خیلی ایدئاله. و در این هفته تعداد زیادی از عزیزان درگذشتند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.